این زندگی اکسیری دیگر میخواهد. این فلسفه تفسیری دیگر میخواهد. با میخی نو و خشتی کهن نو نشود این خانه که تعمیری دیگر میخواهد. چون از وطن میگوید سالهای آخر میبینیم که فضای فراتر از تاجیکستان را مثلا در نظر دارید. من میخواستم که گفتم که نمایشش میگه که دنیا خانه است. من میخوام بگم که خانه دنیاست. ما هر قدر اگر در سطح وطن خودمون در دایره حولی خودمون در چی خانه خودمون اگر مثلا تنگ باشیم اگر هم قدر از عالم آدم به خبر میمونیم. آدم به این دنیا برای شناختن خودش آمده است. خودش تنها با واسطه دیگران میتونه بشناسه. یک چهره خیلی پیوند کننده بین مثلا دایره ادبی امروزه شعر فارسی مثلا ایران و افغانستان و تاجیکستان هستید شما خیلی میشناسن. با مناسبت‌های سیاسی اخیر ایران و تاجیکستان چی نظر داره؟ نظر خوب ندارم. ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است و هر قدر که مثلا بدخواهان من از من تهمت میکنن، من مثلا این میگن اون میگن، تنها با اون خاطر است که من میگم که آریایی ام. آدمی که ریشه و اصل خودش اگر یاد نداره ما آریایی. آدمی که ریشه و اصل خودش اگر یاد نداشته باشه دیگر مادر خودش هم احترام نمیکنه. من میگم که اینا چیزای بسیار ساده و مصنوعی و ساختن. بسیار کمک کردن در سال جنگ برای مثلا گریزهای ما، برای مردم گشنه ما، برای مردم مثلا محتاج ما. ایرانی‌ها بسیار کمک کردن، حالی هم کمک میکنن، حالی هم با محبت گپ میزنن. خب بعضی این دیگه در یک خانه چقدر میتونه که مثلا یک اشتباه باشه در بین دولت‌ها، البته میتونه که هر یک آدم هر چی بگه، اما در مجموع ایران هیچ وقت مقابل ما نبود و هیچ وقت ما را بد نمیده و هیچ وقت از ما طمع هم نداشت، نیاز هم ندارد به ما. اما ما هم همینقدر دوست می‌داریم که در هر خانه قشلاق تاجیک یک ایرانگل و ایران ببی و ایران ماه داریم. پس این ایران ستیزی به فکر شما کی میستد؟ کدام قوا؟ من خیال میکنم از ما بیرونن خیلی و اگر در درون هم باشن خیلی خیلی منفعت دارن، با این چیز پول زیاد میگیرن، نه که شرم دارن در گلوشون مانن نانش. ما 300 سال از دیگری مندور بودیم. یک وقتا میگفتیم 300 سال در همین حالت فرهنگ ما، تمدن ما، شعر ما بسیار قفور است. چون که آدم ریشش کنده شد هم خیلی میشد. ایران مملکت ابرقدرت امروز بسیار دارا و با وجود همه چیزی که هست. اینجا افغانستان مملکتی به سر خودش مملکتی بسیار در پاش ایستاده است. ما مملکتی در پای ایستاده و نازنین هستیم. هیچ کس این کار نمیکند. این در سیاست است. اما خریطه سیاسی است. اما ما خریطه اگر فرهنگی بگیریم، اگر ما زبان ما چیکار میکنیم؟ استاد ابو عبدالله رودکی که امسال مثلا تمام جهان اومد برای شنیدن شعرش، در تاجیکستان خفته است، پدر شعر فارسی. اینا چی ما میتونیم با ادگرمون تقسیم کنیم جدا کنیم؟ نمیشه. یا حافظ اونجا. نه ما هر روز میگیم که از شاهنامه هر شاهنامه خوانی میکنیم. ما با ایران اگر مناسبت با ایران کنیم چجوری بگیم که حافظ این خیلی گفت که این چه شوری است که در دور قمر میبینه. من میخوام بگم که این چیزا مصنوعی ان، ساخته هستن، میگذرونن و چی ندارن، ریشه سیاسی و چی ندارن، جدی ندارن. بار اول رفتم نگاه کنم با رنگ خودمون گپ میزنن یزدی‌ها. میگشتم بعد گفتم که چی برداشتید از یزد؟ ببینید یگانه شهری که با نام خداست، یزدان، شهر خدا. بعد گفتم که ایران من، عرفان من، مرز ظهور زردهشت، هجران 300 سالت، عشق تو را در من نکشت. چی کاری که میکنن این بدخواهای ما و دشمنای ما و حسودای ما؟ هیچ کار کردن نمیتونن. این ریشه است، این مادر است.